با این شهر چابهار که میبینیم هیچ نوع پیشرفت نداشته و سرسبز نیست، شهر ساحلیه. جای دیگر دنیا چنان شهرهای ساحلی را با مورد توجه قرار میدهند و میسازند که محل رفت و آمد گردشگرانه. ایام سال جدید نوروز چنان شلوغ میشه که اندازه نیست. مردم استان ما اگر 2 روز تعطیل دارن یا 3 روز تعطیل دارن سوار میشن ماشینشون را زن و بچه کجا؟ چابهار بیاید. چابهار را باید بسازید، شما دولت باید بسازه و اهمیت قائل باشه و مدیریت بومی باید توجه خاص به چابهار، به آب شیرین چابهار، به ساخت و ساز این شهر بپردازه.